سعید نیسا و شایره دانشجویان دانشگاه دولتی خوجند که آنها را جستجوی کار به اینجا آورده است می توانند دعوا کنند که تمام منطقه های تاجیکستان را در 1 ساعت سیر کردند. در این آثارخانه نمونه یادگاری های تاریخی و اتنوگرافی سوخت، زرافشان، حصار، کولاب، ختلان، بدخشان و رشت به نمایش گذاشته شدند. برای سعید نیسا که باری هم به این منطقه ها سفر نکرده است، تماشای این گوشه ها جالب افتاده است. اینجا به من چی شوق‌آور بود؟ یعنی که داماد و عروس را می‌بینم، آنهای لباس پوشیشان دیگر، یعنی اسب‌های موسیقی آنها دیگر. در اینجا باز بسیار کشیده‌دوزی‌ها، سازنی‌ها آورده شدند. کارهای مهنتی آنها دیگر. هیچ تصور کردن نمی‌تونستم که آنها همین قدر اولادها را در دوره قدیم استفاده می‌بردند. برای آنکه ما در شرایط معاصر زندگی کرده ایستادیم، برای ما این را تصور کردن خیلی دشوار است. دیگر ناظران مجمع تاریخی و فرهنگی استقلال در شهر خوجند می توانند از این آثارخانه که در زیربنای آن واقع است یک چند روز بعدتر آشنا شوند. این آثارخانه رسما 1 می باز می شود. به طور استثنا به خبرنگار آزادی امکان دادند نوار بگیرد. هر یک منطقه تاجیکستان در این آثارخانه گوشه خود را دارد که از نمونه لباس، اسباب‌های موسیقی و یادگاری‌های تاریخی در این مکان پیدا شده و راه یافتند. مقامات در این شکل ترتیب کردن آن را به ترغیب غایه وحدت ملی که عدم آن در مرحله معین تاریخی خاطره‌های ناخوشایند برای ملت تاجیک گذاشته است می‌دانند. امسال که ما در سال 20 سالگی وحدت ملی قرار داریم، اینا هم بار دیگر مستحکم کردن و همبستگی همین منطقه هدف اساسی این نمایشگاه میباشد. جامعه تاجیک یک چند 10 ساله از گرایش‌های محلی اذیت می‌کشد و یکی از سبب‌های آن معلومات کم داشتن درباره فرهنگ گذشته و شیوه زندگی یکدیگر دانسته می‌شوند. منطقه‌های تاجیکستان فرهنگ‌های گوناگون دارند و هدف تشکیل کنندگان نیز این بوده است که وحدت ملی خود را در گوناگونی فرهنگ‌ها ترغیب نمایند. همچنین در این آثارخانه نوع‌های لباس‌های مردمی هر منطقه را می‌فروشند که برای معمول بودن لباس‌های ملی کمک می‌کند. خریداری نمودن چیزهای انتیقه نیز برآمده می‌شود. در داخل همین مجمع. در داخل همین مجمع. بله. در داخل همین مجمع در نظر داشته شده است. مجمع تاریخی و فرهنگی استقلال در شهر خوجند 14 سپتامبر سال 2016 ساخته شده است و 53 متر بلندی دارد. این مجمع حالا از مکان‌های سیرآدم شهر خوجند است. شب و روز بیننده دارد. مردم زیادی از راه زیرزمینی آن عبور می‌کنند که از آثارخانه منطقه‌های تاجیکستان می‌گذرد. هر راهگذر هنگام عبور پاره از فرهنگ را با خود می‌برد.